سلام تماشابینان عزیز، خواهر و برادرها، امیدوارم که صحتمند باشین، تندرست باشین. انشالله که ما هم صحتمند تندرستم. یک چند روز نبودیم همراه شما ویدیو نکردیم. گاو کوفتیم یک بقچه 2.5-3 ساله. روز پنجمه که پیگومای نیست، یگون کو پشته نموند، یگون بخی سنگ نموند، یگون جنگل نموند، همه را تکرو کردیم. یگون خط خبر نیست. دوستای عزیز، یک چیز کم کم در خوف میبرم که همین روزا در کو پشته گرگ بسیار شدگی. گاو مالی که شو در ادیر میمونه بی صاحب حتما میخرنش. با همون خاطر ما هم در خوفیم و بگیم چشم روز ناکافیده دیگه همی میگیریم آب نون میشکوده و کو با کو جر بجر میشیم. یک برادری دیگه نپراولینی من داد، گفت که در فلان جا میره بوی بیزیبه، همونجا را گفت برا بکو، ممکن که همونجا در اون چیز مردگی باشه. حاضر همی جنگل ها را ده طرف، یعنی طرف ها را هم خیلی همه را تگرو کردن در کار. آوازی همه الو شق شق هم که غلبک میگن، آوازی هم وای باز تکرار میکنم میوم همراه شما. اگر که بیاویم میاویم، نیاویم دیگه پناش با خدا. راست دیگه روز پنجمه که تکرار میکنیم نیست. اقلا همون مردهش هم ببینی که بعد دلت پر شوه. همین خیلی یک چیزایی که باید همین شکار همین گرگه اجازت بتن. مردم بسیار همین شب روزا عذاب داده ایست. یک چرخ هست چیان الو شخشقو یک گو ای اماکی ما خورد نمی 2-3 روز ده گرگ ای همین قشلاق ده 4 تا 5 تا شد که گو فقط. یک برای دیگه داشتیم، برای مایده بود، برای همین سولا او را یک 10 روز پیش خورده بود در این بالای قشلاق، بالای دیه ده. گرگ بسیار شده است، گله گله میگردن. باید که اجازت بتن همین گرگو را اقلا چشمشون ترس بتن که مردم قضرر نرسنه. خلاصه که عذاب میکشی، مهنت میکنی، گرگ در پتینش میسپوری میره. قدر گاو هم نداریم، ما یک ده گاوی ماده بده همین سیلاقشه 30 سال. خیلی دوستی عزیز میکویم همراه شما کو بینیم چی میشوه، پیدا میشوه نمیشوه. همینجا در یک کم کم زب خومده ایست، یک بوی دخوی فرانسوزسکی. یک حرکت میکنین دوستی عزیز. همین نپراولینی همین جرم را گفتن، این همین تریتوریا هم خیلی همین قدی غرقتی تو پویونو همین تریتوریا را گفتن که کرگسا و زاغا همینجا دا میگردن. بعد همینجا کم کم شمال یک بو میوره، شمال بو میوره. میریم خوب بینیم نیست یکم یک بو شمال گاه گاه بو میوره. بازی گرگ بسیاری شیرگی هایی که تنها گشتن، تاقه گشتن ادیر ده خوف های تماشابینان عزیز. با خاطری که اگر که گشنه باشن، سخت گشنه باشن، گله گرگ باشه ایده تزیاد آدم ده هجوم کردنش ممکنه. با همون خاطر همینجا ده زبخ میمه.
будам да гуфтем нападат мекуна Гургхо. Ам хотел бояд ҳишор шудан дар кор. Амиё бисёр запах бизи бай. Ой. Фай. ای دارم اونجا پشه می تو پس همون درخت پشه همونجا علو شق شق و پریدن اینجا زپوید نیزون های همینجا زپوید نیزون های بزرگ کوی همینجا دمی گردن جنگل بونو بگیم نگاه و بین میکنن بسیار شیدگی بسیار خیلی قدر بسیار هم نیو مقصد هست در همینجا یکون 20 تا بزیادیر هست خوبه جنگل بونی کنن درخت رو نبرن حیوانات وحشی زیاد شوه بزی کوی بزو زیاد شوه قطعی گوسپندو تا گرگ زیاد نشوه گرگ زیاد شوه مردم هم ای زندگی میمونه گرگ اجازت بتن بپرونن شوخه نمیخه های کفتن با ایدامه میتیم میبینیم همینجا یک بو میویا بو بسم الله اینجا را خوب کرد نه بک خوگه جای خوب باشه اینجاش پری کاوگ کاوگ چیزی خورده است اما بوی مسلق نزدیک شده است اینجا یک چیز میتوه پسی درخت داده اینا ها ایها خدا قیرت کنه هر چیزی که در نصیب نباشه اگر که میگن خط شش بوله کنی در نصیبت نباشه نیست قدر مقصد از آب میکشی قدر چند سالا نگاه و بین میکنی اخیرش میای نصیب دکی نیست میروه به همین هم خدا را شکر یافتیمش خاطر ما جمع میشوه بگذار میگن که هر بلایی که باشه در سر همی باشه چی بلایی که هست در سر همی باشه توکل بر خدا و خیلی ضرر های
ما نمیدونیم که این بر ضرر ما حل شده است یا که به فایده ما. چیزی که به ما فکر میکنیم به ضرر ما حل شده است لیکن به فایده حل میشود. چیزی هست که حل میشود فایده میبینیم در اینجا لیکن او به ضرر ما شدگیه. به همون خاطر هر چیزی که باشه بگیم اگر بدی باشه یگان سیایی باشه در سر همه خدا را شکر که یافتیمش خاطرمون جمع می شود. این هم بگیم یک پنده بود، یک آگاهی بود. بگیم خیلی مخلوقای خدا عجیب در بسیارن. او گرگم بگیم رزق روزی میگه، او هم مخلوق خدای. و همون خاطر هرچند زیق همشیم دیگر علاج نیست، خدا را شکر میگیم، حرکت میکنیم طرف خونه. ولی خونه ده مردم درک نداره، همم دلپر بود که پیدا میشوه. هنوز با خدا دوستی عزیز در امان خدا باشین، مال چاروا را سرهوی نمونین. گرگ بسیار شدگی، گرگ بسیار ای دست میره و از آبای کشیدگی بگیم مهنت کردگیت برابست میشوه. در امان خدا باشین، خدا نگهبانتون باشه، خودتون و نزدیکاتون احتیاط کنین.